اگه گیلک من خرگوشاتو نبودم اسمم گیپک نیه دول سیاه. چارده ماینه گیپک چیه؟ علفه. کو؟ همین علفه. کساو کو؟ نه دمان علف داره. کسیل میکنم نباید خاطر چپا بریز علفا. هر چیزی خواهیم که دیگه پلمه بدیدم لکه نمیخورم علفا گویم کنوشو میفهمم علفا چپا میریزه. چپا نمیشه موش میگه خود کنوشون دی گیپک نمایه گیپک برارم تو سب تو سب کن سی کنو چیه؟ علفویه. کن سب کن کویه نکن علفویه. چی میگی بجوی گیپک سب کن نکن سب کن علفویه. عدی جو عدی نکن چی نکن؟ این نکن. این از من بخوریدم. کنوشون دی چیه؟ عدی جو خرگوشی کجا دیگه په بخریدم. نکن خرگوش ماما جو میفتن. کجا بودی؟ بخریدم. مرد بخریدم اکی خریدی؟ آدم سرا راست خو میگی؟ نیره نکن میدو بده خرگوش من میمونه بده جوجیه اینو دی گیپک بله بیا یه بس کن بس چکن چیه؟ میگو بله این خرگوشا گیلک نباشه نیه خرگوشا گیلک نیایی خاطر او به تقله خرگوش داره نه خرگوشا گیلک خواهی میبینی اینجا خوی چی برو خیلی اوکی همین که معلوم شدی خرگوشا گیلک بود من میفهم که خرگوشا گیلک بود ای به من راست خو نگو چی که مر بدید قایم که ما هم که به زور ماسون نگاه کنم خرگوش پیش ما بشه خوب شد تجون افتاد ایوان میمورد منقدر از این کجیر به خاک شد مزه یک دمی بگیلا نمازی شوم غریبی رو به من کرد دل آرامه دلم جولان زد و یاد وطن کرد جان من بود زد و یاد وطن کجا میری بس دور به میرم برار به سهره بزوغله کار دارم لاف کنه و پیش شیا گله جو بله همی چند دقیقه جلوتر خوب بله گیپک بدیدم همی تایی می آمدم از سرا قراری کردم گیپک هم تکمه ندید مچو چی و بذار پرن خواه که پیش رفتون که سی کنو دیدون خرگوشی خرگوش؟ گاهی وقتی گیل جو همی خرگوشا تو از سرا بدر میشه میره زیر می ترکتون در سرا شما خوب زیر بخور زیر می بخور آفرین قراری کردم میگم همی شاید گیپک گرفته باشه با کجا بده؟ همی تا میره خورتکا بدی یا کلونا؟ خورتکا مثلا جوجی سیاسفیدی بیدن سیاسفید؟ زرد نبودن؟ نه سیاسفیدی بیدن نه؟ اما مثلا جوجگه نازی ای تره میته میره بذار پیران خو که قایم که دادمی که قایم کرد مباری اگه شک کردم گفتم امینا حتما یا کاسی زینین کاسه بد که کجا بیدی؟ ها؟ ای تره؟ میته برم
نیست برو گیلک تا برو او نکرده. اگه پیاری دیدی بگو به خدا پست تو به چطور میکنم من. چشم برو. خرگوش هم ما 1 سال اونا جمع میکنم. خوبه برو. مامان نیرولا گیلک جو همین بچه شما گیپک بیامده خرگوش ها من همه بجونده. بچه میگی؟ بالیا اشته خرگوشاتو جون هماره به تاک چه غلط چیز گوتک کجی گوتک دومان پولک خرگوش بوده. روغ میگه کجیر بچه من میتونه بر خرگوش بگیره. ستانه میگیره خاره میگیره بچه شما. گیلک تو به چشم خودتو بدیدی؟ من ندیدم از میامدم اتاکوشی میامده یک بار کجی گوتک گیلک به کسی به دومان چیز بده به دومان گیپک. خب خیر اگه بیا عقلی کدی خرگوشی از تو بگیری تو چکار میشه گیلک؟ من اونا رو 1 سال جمع میکنم. من اونا رو مرغ هم دارم خرگوش هم دارم مینا هم دارم اگر بیا بود جونه. خب خیر غمی نداره بچه بیا عقل باشه مور ببینم من ازو پرسان میکنم ولی اول که من فکر نمیکنم بچه میکاره کده باشه. چرا میکنه با خدا ببینم ولی میتونم تعجب بزنم که مثل خرگوش بریم اینجا ملایم شه. بفهمیدی مثل خرگوش بریم اگر ملایم شه و نمیتونم بزنم به زمین و تعجب. بله انا بگو تو مسابقه کمر گیر کنم. گیلک بچه ما از او ناورده که کسی که مثلا رو بزنه با تعجب بزنه. کی از او ناورده؟ بچه ما او ناورده که تو خواسته بچه با تعجب بزنی. باور بکن تو بچه ما بزنی به خدا قسم با گله نکنی. خرگوشا معصرا بینه میشه میره بزنی بخور اینجا. بابا 100 دفعه میده تیر شدی پول نداشتی دایی بیستی با تو دادم نگار یا خرگوشی که بچه ما برده چه کار میشه؟ باشه 300 200 قیمت اینا ماله. نه یک ازو. نه تو سابق کن گیر بکنم من. خب با تو سعی کنم اشته بچه ما ما ولی رای میپالم. نه گیلک مر مجبور نکو که باز اگه دفعه دیگه میگفتی پول بده تو دادم مرگ میجه بده. بافتن پولم هم است خیر. 100 دفعه از ما بیامدی بیشتر پول استوندی. بله یک رو گفتی نه من ناجوره یک رو گفتی من با شهر میرم یک رو گفتی پول با کار دارم از ما شهر میستوندی. میرم پول میدم. اشتادم بیعقلی تو یک خرگوشی دیگه چند ارزشینه. باشه چرا میجونم من اینا رو زحمت میکشم. اول دیومه که بچه ما نجونده اگه بجونده بود ما ازو پرسان کنم هر چی پولی میشه پولی میدم. بچه مر نزنی گیلک یک بچه چشما خور بیشتر مال. ای کومون به شفاخونه رای میکنم. او ببینم تو چه میزنی باز خودت به وقت گاب میزنم. اشتادم بیعقلیه. بابا یک خرگوش دیگه چه ارزش داره بچه همسایه بیعقلی کرده ببرده پیش تو ببرده دیگه. رو 100 تا گربه پیش تو میخوره.